سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پختوپزهای خانگی. ما امروز همراه یک نمود فطیری ورقین تیار میکنیم با راهی آسان. محصولات به ما لازم است: 1 کیلو آرد، 500 میلی لیتر شیر ما سخت گرم نباشد، دست ما طاقت کند. نوگی منه قاشقچوبه دراش بسیار نمیکنیم. 1 قاشق کلان نمک لازم است. منه 500 میلی لیتر شیر ما میگیریم. 500 میلی لیتر شوربه، منه 1 قاشق نمک، منه دراژامه همراه کرده آب میکنیم خوشگل. منه آردامه همراه کرده خمیری سخت کرک تیار میکنیم. شرط نیه با شیر تیار کنیم تا آب قطعی کنیده میشد. منه خمیری ما تیار شد. ده 15 دقیقه بالاش پشت نگام داریم. ده 15 دقیقه زیاد نه. منه خمیری ما هم دم گرفت. خمیر ما را با 4 قسم برابر تقسیم میکنیم. 4 قسم تقسیم میکنیم. اگر همین خمیرامو بسیار است، فطیرامو ورم کرده خیلی مزهش خوب نمیشه. اگر من 10-15 دقیقه نگاه داشته کشایم گر خمیرامو من شروع میبیاد، فطیرامو من ورقینی نغز میبیاد. من 4 تا زباله چی شد هر یکش کو شروع تنوب میکنه. من شروع کرده تنوب میکنیم زباله هرچی که ما تنوب کنیم فطیرامو هم خیلی ورقینی شروع دم میگیره. ما خمیری سمبوسه وقتی غفستر تنوب میکنیم. اگر ما سخت تنوب کنیم خمیری سمبوسه ورقش گم میکنه. یکی فطیره ما تنوب کرده میگیریم. وقتی می سمبوسه تنوب کردن شوی سخت تنوب نکنید. سخت تنوب کنید ورقش گم میکند نبرد. بسیار میگم که فطیره سمبوسه خوش را تنوب کنید ورقش خوش را بیاد. نه سمبوسه نه اونقدر سخت تنوب میکنیم. هرچقدر آرد زده کشایم کرد شروع کشاده شدن میگیره. درسیده آرده غفصه کرد سده تنوب میکنیم. منه چقدر تنوب شود. نه تنوکی شروع شد. خیلی منه جمع کرم یمانیم. منه کمتر آرد زده منه جمع کرم مونده. قبل دیگه کشاده 2 قبطش یک دکره ما فطیر میکنیم. گرفته مونده قبل دیگه میکشم. من دویم قبطشم شروع تنوب کرم. منه روغنی چقدر آب کرم مسکی پیش کنامش آب کرم. شروع آب کرم این مسئله یعنی آبش کم ورقی فطیر و سمبوسه شروع میبیارد. پیشکه مغازه مگنیت به بسیار تره. نرخشم قیمت نه راستی هایش نبدست کاغذش نبدست که نشان دیم. انا آب کرم میتونید روغنی گاو هم همراه کنیدیم به یا که روغنی رستنی همراه کنیدم میشه. شروع یکم قبطش روغن میکنیم. می حرکت کنید که مسئله آبش کم مارگارین یا مسئله آبش کم استفاده برید. بسیارا میگن که مارگارین انده خیلی روغنی خوب کشای میگن. راستی وای به مارگارین و مسئله بر تماما روغنی خوب استفاده نمیبرد. خیلی منم واسه خودم پیکرنی به کار میکنم من اما چقدر روغن استفاده میبرد و میخوانم خیلی نگاه میکنم که چه خیلی همین روغنی وای شایمی خوب کشای میگفته میخوانم. یه راستی نیست است. من چند تا میای خوانده دیدم سنه می سوال داد روغنی خوک شدنش ممکن نیست. خیلی احتمال او روز کار میکنیم من به سوال دادم. زبا گفت که
روغن خوک مسئله مارگارین حاصل نمیشه. تای خیلی خوب برای ایلچی نمیچ خیل همین خیلی کابا شدنش ممکن گفته و خیلی استفاده برده با گفت بیا خباتر خیلی من میدانم خیلی مسلمان استفاده نمیبرد روغنی خوکو هم خیلی گفت که بیا خباتر و یک رنگی استفاده بردنگیه. گفت نه راستی خودم هم خوانده دیدم نه که دویم قبطشه میپاشی نه دویم قبطش نه روغن میکنه. میتونید همین فطیره پیچانیده یخدان بمونید مرزینیک بمونید 6 هفته تیار کرده. همین بعدی پیش از پختن 1-2 ساعت گرفته مانید همین حرارتی خانگی آب شود فطیرش شروع هم دمیگرد پخته میگرد. خیلی برای نانوشته صبح تیار میکنید تیار کرده خلادیانیک بمونید که من بسیارتر هم خیلی کار میکنم آزیر بسیارتر تیار کرده خلادیانیک میمونم 6 هفته تیار کرده میمونم. فصل زمستان بسیارتر فطیر تیار میکنم. مادرم بودن راستی یاردمچی مادرم رفتن تاجیکستان با نه شروع روغن گیریم وقتی بسیار هم نمیگیرد. 10-15 دقیقه خمیر میایستد تمام ملکه کشاده ما میپیچونیم. همین 1 لیتر آرد تیار کنید 4 دانه فطیره ناقدر کلان تیار میشد. میشه مبانی 1 ساعت بعد که فطیره شما تیار میشه. شو پیچانده تو میبریم شروع بریده تقسیم میکنیم. راستی من حرکت میکنم که من ویدیوی کم خرجی برای زنهای ما دسترس تیار کنم که همین همه چیه محصولات یابان زنهای ما بسیارتر هم خیلی برکت میکنم. میکنم به 4 قسم جدا میکنیم. خیلی ما کنکورس جنبست کردیم خیلی جنبست کردیم. من خیلی 400 تا وای گفته بودم برای کسترو خیلی کو نشد. من برای چی ندادم من وای چیزا برای خیلی دادن خریدم برای خودم نه برای خیلی دادن خریدم و یکی فکرم دیگر بود. خواستم یه بار دیگه کنکورسی دیگر خیلی تشکیل کنم که با همون چی مانم با دیگه چیهای توفای کلانتر مانم وجه علاقه مردمی ما وای شدن فهمیدن که چه کنکورس خیلی چه فهمیدن. خیلی بعضی ها نمیفهمن علاقه نویستن که برای چی ندادید برای چیزی خیلی راستی که بجای من گپی مردم با وشته شدم آمیخته شدم. من بجای یک مقاله که خیلی همه اینترنت با ایرانی گفتگی می خیلی با گپی مردم زندگی نکن این دهانی مردم همیشه باز است. راست همون خیلی همون من به شیار شده که خیلی گام کس من با این گپ زند و خیلی گام چی گفت الکه همون سخنی همون منبع وای یادم به میبیاد که وای بخیر گفتگی دو دانه کنید ورقش خیلانه دو قباد زوالکی ورقاش منه تاین خودش من دو دانه دیگه کشاده میخوام میکنیم. نه 4 دانه فطیره ما تیار شد اکو کشاده تنوکره پخته میگیریم. تنوک میکنیم اگر سخت تنوک ناز بینید تنوک کنید اگر نه سخت تنوک ناز نبینید اونقدر تنوک کنید. اگر لیستی دخوابکتان همین تفتانتان کلان باشه میتونید 2 دانه فطیره کلان تیار کنید. شروع نامپر میکنیم. تخم میمالیم میتونید شیر سمیتانه یا کفیر هم آلود میشه. زرده تخم میسیم من کمتر 30 دانه میپاشیم باز
برای زیبا شدنش. کنجید باشید مک چیخی که خواهید پاشته میتونید شرط نیه. من با مدت 20-25 دقیقه 200 درجه تفتاننده پخته میگیریم. من چیکنه ببینید فطری ما هم تیار شد. من نگاه کنید چقدر ورقاش عجایب بود آمد. من شکستم بینه من قیمش دو رفت است. من پشتاش شکستم بینم شکستم با مثبت نکراسی خودش. من ورقاش عجایب بادم دیگه. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما را دستگیری کنید، پادپیساتسیا کنید و یارو دستای دعوت کنید. انشالله باز ویدیوهای بهتر و بهتر میشه. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.